سلام آقا، خیلی مخلصیم. خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من. اولین بارم حتی جلوی لنز من دارم قرار میگیرم. یه خورده هنوز عادت نکردم. آقا من قراره این ماشین رو پی پی افش کنیم. پی پی اف هم که میدونید دیگه، الان همتون دیگه متوجه شدین پی پی اف و کاورا دیگه چجوریه، دسته هاشون چجوریه. پی پی اف همون کاور بیرنگی که واسه محافظت ماشین میکشن، خیلی سوبره، هیچ رنگی از خودش نداره. قراره اینو پی پی اف کنیم. واسه پی پی اف هم فقط جاهای ریز ماشین باز میشه، مثل دستگیره و زاپاس، و حالا با هم دیگه باز میکنیم، میبینید کجاش باز میشه. قبل همه این کارا اول باید ماشین پولیش بشه. بریم با هم پولیش ماشین رو شروع کنیم و بعدش هم کارواش و بعدش هم استارت پی پی اف. تا آخر ویدیو با من باشید. آقا خیلی مخلصیم. آقا ماشین کارواشش شد. اول که پولیشش رو زدیم، پولیشش تموم شد، کارواشش شد. الان وقت اینه که دستگیره هاشو وا کنیم. دستگیره 4 تاشو باید وا کنیم. آرمای روی کاپوتش و روی صندوقش هم باید در بیاریم. الان اینا رو در بیاریم. بعدش باید جاهای درز مرزای ماشین رو بشینیم با فرچه قشنگ تمیز کنیم. حالا اونم بعدم بهتون میگم چرا. خب ابزارهایی که واسه دستگیره میخوایم، یه خاکش پلاستیکیه، یه تی-25. این چراغ قوه هم آوردم که به شما پیچش رو نشون بدم. لازم نیست رو دری باز شه، بعضی ماشینا لازمه باز بشه. این پلاستیکش رو در میاریم. وقتی دارین رو دیفندر کار میکنید یه خورده مواظب قطعاتش باشه، خیلی سریع دفرمه میشه، زیاد کیفیت خوبی نداره. ببینید اینو در میاری. این چراغ قوه خسته کار میکنه. ببینید پیچه پیچ اونجا. این پیچه رو شما وا کنید، دستگیری در اومده. پیچ بغلش رو وقتی باز میکنید نمیافته تو در. اصلا بیشتر این پیچای دستگیری اصلا نمیافته تو در. دیگه خیلی ماشین رو اذیت کرده باشن، ماشین خیلی لگم باشه، این پیچاشو اذیت کرده باشن، یه خارایی داره، این پیچه رو میگیره نمیافته. ولی بعضی ماشینا خرابش کردن سری میافته تو در. مواظب باش. این راحت در اومد. دستگیرم میدین جلو، راحت در میاد. اینم یه ضامن ریز اینجا داره، این ضامنه رو فشار میدید دستگیره در میاد. این فیشه هم که الان رفت تو با مشکل گشا، همون چنگالیا میکشی بیرون. چیز خاصی. رسیدیم قسمت عقب ماشین. قسمت عقب ماشین این دستگیره، ولی این دیگه بغلش پیچ میچ نداره، پس باید اینو وا کنیم. ببینید اون دوتا پیچه، یه دونه اینجا میخوره، یه دونه هم اینجا. به نورم براتون بگم متوجه شید. یکی اون پایینه، یکی اون بالا. این هم که فیششه. این دوتا پیچ رو وا کنی، این فیش هم در بیاری، دستگیره در. این دستگیره. من برم بقیه دستگیره ها رو وا کنم. آجی میخوای ما پی پی اف بزنی، بعضی جاهای این درزا یه گرد و خاکیه که اصلا باید تنهایی بشینی با فرچه اینا رو تمیز کنی،
چون یه خورده گرد و خاک باشه میره زیر کاور، این کاورها هم بیرنگه نشون میده کارت خراب میشه. کاری نداره، اینو میزنیم. یه چیز خیلی معمولی، آفکف معمولی، اینم یه فرچه معمولی، این شکلی قشنگ. دیگه میریم برای تمیزکاری آخر دیگه آقا، تمامه دیگه. میریم آماده میکنیم گلگی رو برای نصب کاور. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the آقا پروژه دیفندر اونم تموم شد. کل ماشین کاورشو کردیم، همه کاراشو کردیم. اگه ماشینی براتون اومد TPF ولی نمیدونستین از کجا متوجه شین، یه خورده دست بکشین، جنسش با خود رنگ ماشین فرق میکنه، یه حالت پلاستیک کاور رو احساس میکنه. بازم متوجه نشدی، در ماشین رو وا میکنی، این قسمت یه کاملا مشخصه که کاور تصویره. آقا این کاور با این که هیچ رنگی نداره، هیچ تغییر رنگی ایجاد نمیکنه، ولی محافظت خیلی خفنی داره. یعنی قشنگ تا 5 سال خود این شرکت برند کاور که ابریانسونه
گارانتی واقعا پیشنهاد میشه رو ماشین‌های گرون قیمت واقعا خیلی چیز خفنیه. آقا امیدوارم با این ویدیو حال کرده باشین. تا ویدیو بعد مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم. بوس بهتون.